با تشبث اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت با مقصد ترغیب طرز حیات سالم، بلند برداشتن سطح ورزش و تربیت جسمانی در بین زنان بخشیده به روز مادر بین آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و دانشجویان دانشگاه‌های ولایت در تالار ورزشی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چورابینی ورزشی در نمود ششکش شاهمات و تنیس روی میز برگزار گردید. در آغاز چورابینی رئیس اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت درباره مقصد و مرام چورابینی مذکور یادآوری نموده قید کرد که سالهای اخیر با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انشاءات و میدانچه‌های ورزشی زیاد ساخته به استفاده داده می‌شوند که بشبهه برای آب و تاب یافتن نسل نورس و جوانان خدمت می‌کنند. در ولایت سوخت نیز جهت تطبیق سیاست عاقلانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تحت رهبری رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و ساحه ورزش دقت مخصوص ظاهر گردیده ایستاده است. در این چورابینی ورزشی بیش از 50 نفر دانشجویان‌ها و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ولایت اشتراک و مهارت سنجی کردند. امروزها دیده می‌شود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص از جانب پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان دقت مخصوص برای بانوان و زنان داده شده ایستاده است. تشکیل و برگزاری چنین مسابقه‌ها و جلب بیشتر زن‌ها امکانیت می‌دهد که در آینده نسل نورسی سالم را تربیت نماید، زیرا که بانوان محض تربیتگری نسل آینده سالم میباشند. مسابقه در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته اشتراکچیان با شوق و هوس زیاد مهارت سنجی کردند و برای دریافت مقام‌های فخری کوشش به خرج دادند. حکمان در همه نمودها غالبان و جایزه‌داران این چورابینی ورزشی را معین نمودند. در نمود تنیس روی میز جای اول را نرگیزه توخته و از ناحیه سپیتامن، جای دوم را مصبح خان سلیمووا از شهر خوجند و جای سوم را شهنازه قربانزاده از شهر گلستان سزاوار گردیدند. در نمود ششکه باشد جای اول نصیب بی‌نصیبه میراوت و استادی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف، جای دوم نصیب زرینه یوسفووا استادی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و جای سوم نصیب موهینیسا رحمت و استادی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی گردید. لیلا میردادویوا دانشجوی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، شهزاده اولماسووا دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و خوشرویا توردیبکووا ماگسترانت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف در نمود شاهمات 3 مقام فخری را به دست آوردند. غالبان چورابینی ورزشی با مدال، دیپلم و تحفه‌های خاطروی اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سرفراز گردانیده شدند.